اول سیل زمستانی در رودخانه سلمن، شهر زیبای لوندوین، و شروع ماهیگیری با رفیق همیشگی ما کاظم. انشالله که سال پر رونق و شروع خوبی داشته باشیم. این اول پرتاب، دشت اول. پرتاب بعدی یکی از ماهیگیران هم بیرون مونده، آقای عارف آقا. احسن، عالی و حرفه‌ای. عیب نداره، ماهیگیری همینه. انشالله دفعات بعد